به نام خدا خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، علاقمندان به فوتبال عرض سلام و ادب و احترام دارم. از ورزشگاه نقش جهان اصفهان از این لحظه به بعد با شما همراه خواهیم بود با پخش مستقیم دیدار تیم‌های سپاهان ایران و شباب الاهلی امارات. اولین زنگ خطر روی دروازه حسن حمزه سنگربان با تجربه اماراتی ها خلق میشه. روی این پاس اشتباهی که نصیب کاوه رضایی شد از راه دور پرتلاش بازی میکنه. برایان دابو یه پاس تک‌ضرب اشتباه کرد. گیلمر بالا، موقعیت برای این بازیکن خطرناک. گیلمر بالا، این چهره کاملا منتظر دریافت چنین توپایی است، اما به سلامت این موقعیت خطرناک او از کنار دروازه نیازمند عبور کرد. برایان دابو باید مراقب باشه از نمایای مختلف. حسن حمزه موقعیت مناسبی هست برای سپاهان ایران. کاوه رضایی میزنه، بد نزد و با اختلاف توپش به بیرون رفت. کاوه رضایی. بازی در البیت قطر خواهد بود. شباب الاهلی دبی یا سپاهان ایران. دابو پاس به جلوی دیگه، جواد آقای پور. حالا حرکت آغاز شده، موقعیت میتونه اشتباه بکنه. کماکان موقعیت، یکی باید اونجا کارو تمام بکنه. همچنان موقعیت داخل محوطه جریمه. برتر فوتبال ایران، زمینی که ببینید چه اشتباهی کرد حمزه. کاوه رضایی گیر افتاد بین اون هم گسیخ. ببینیم چه کار خواهند کرد پشت محوطه جریمه. کاوه رضایی ضربه خوبی نیست، توپ از دست میره. بازم توپلو میره. یوسفی. دابو موقعیت، کماکان موقعیت، یه ضربه از راه دور. گل برای سپاهان ایران. حسن حمزه تسلیم یک شوت از راه دور میشه. اوج هیجان به ورزشگاه نقش جهان میاد. آخرین دقایق نیمه اول. محبی چه گل سرنوشت سازی رو زدی تو پسر در ورزشگاه نقش جهان. حق این تماشاگران شادی است، خوشحالی است. تمام وجودشون سپاهان نماینده پر افتخار فوتبال کشورمونه. ببینیم دابو گرفت، یوسفی داد، محبی اینجا زد. اعتماد به نفس خوب، زدن توپی که روی زمین خورد و توپ رفت به همون جایی که باید میرفت تا این همه تماشاگران علاقمند به سپاهان رو به شادی واداره. پای چپ غیر قابل مهار محبی و دروازه به هم میخوره. تعادل بازیکن سپاهان. گیلمر بالا در این فضای خوب توپ رو میبره به اون سمت زمین. سانتوس میفرسته. خطرناک، موقعیت خطرناکی که متیو ساو زد و از کنار دروازه عبور کرد. ببینید اینجا از روی سر وحدت 1-0 بازی رو به پایان میرسونه. استراحت کوتاهی خواهیم داشت و انشالله با آغاز نیمه دوم در خدمت. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده، علاقمندان به فوتبال. خود محبی زیاد با توپ کار میکنه. محبی باید سریعتر پاس بده، توپم میگیرن. حالا زده حمله میتونه شک بگیره. یه پاس در آن برای آریا. یوسفی در اون سم اگر جایگیری خوبی داشت آقای پور به توپ میرسید. یه برخورد مشکوکم بود، اما آقای یوک دستور به ادامه بازی میده. سریع بر میگرده، بازی دنبال میشه. حالا از شبابی ها. گیلمر بالا، بازیکن خوش تکنیکی و برزیلیه از شبابی ها. گوشه محوطه جریمه، تو سر توپ میزنه، دو بازیکن رو جا میگذاره. موقعیت خطرناکه. کارت زرد بده. اینم لحظه ایه که ببینیم یه برخورد به وجود اومد. ببینید تکلی که اونجا زده شد از پلانیچ و ویکتور رنان یه تنه زد. حالا چون آماده نیستن، این صحنه مشکوک بازی است.
یه 90 دقیقه سرنوشت‌ها شاید بیشتر هم اونجا داشته باشه. موقعیت داخل محوطه جریمه، برگشت توپ، ببینیم چه کار خواهند کرد. یک ضربه از راه دور خطرناک روی زمین خورد و توپ به بیرون رفت. این ضربه خوب رو زد. او هم به بازی میاد. سه تعویض همزمان آقای سوسا برای رسیدن به گل. روی دروازه آقایی نمیتونه ضربه سر رو بزنه. گودرزی دابل توپ لو میره. حالا سردار آزمون اولین توپ رو میگیره. موقعیت برای بازیکنان الشباب که فرصتی دارن. خیلی خطرناکه. یحیی قصاری یه فرصت دیگه. گل! چی کرد سردار آزمون؟ نیومده زهر خودش رو ریخت به تیم سپاهان. گفتم آقای مرایس حواست باشه به تعویض‌های آقای پائولو سوسا. سردار داد، خیلی خوب اضافه شد در غفلت خط دفاعی سپاهانی ها. گل تساوی رو زد. خود الشبابیان باور نمی‌کردن اینقدر زود گل خورده رو جبران کنن. ببینید کاملا باز خط دفاعی رو سر توپ‌های قسانی و آزمون از اون مهاجمایی نیست که بخواد این توپا رو خراب کنه. گرفت، چرخید و زد به گوشه دروازه تا حساب کار 1-1. هارب سهیل خیلی سریع تعویضاش نتیجه داد. خود هارب سهیل نگه میداره توپ رو. باز هم سردار آزمون. موقعیت، پاس در عمق. همراه بایر لورکوزن قهرمان شد. قرضی با آسروم رفت. یارگیری تو خط دفاعی سپاهانی‌ها خیلی خوب عمل نمی‌کنن. از این فضا هم ببینید. نیازمند بازی رو آغاز میکنه. میاد به این سمت. موقعیت کاوه رضایی. خود کاوه کماکان. موقعیت ضربه خطرناک کاوه رضایی. ورزشکار رو نیمخیز میکنه. باید ادامه داد و سپاهانی ها باید دست از حمله بر ندارن. ببینید خط دفاع آسیب پذیر. قهرمانیشون در جام حذفی. یه بار دیگه موقعیت خطرناکه. اونجا یه بازیکن گیرمه بالا رو باید مراقبش باشن. یه فرصت تمام میکرد. نگاه کنید چقدر راحت دور زد، فرستاد. چرا این بازیکن یارگیری نمیشه؟ و موقعیت آقایی پور. خود آقایی پور و از دست میده. دوباره موقعیت سمت راست. یه بازیکن رفت. حالا میبینه موقعیت هردانی میانه زمین. یه پاس به جلو خطرناک. آفساید. خوشبختانه گیلمر بالا در آفساید به توپ رسید. گیلمر بالا به خاطر مقدارم صحنه مشکوکم بود، اما خب یه لحظه اشتباه. آزمون. موقعیت. وای چقدر راحت دارن اشتباه میکنن بازیکن‌های سپاهان. خودشون دارن برد این بازی رو میدن به تیم حریف. نگاه کنید از سید محمد کریمی خیلی بعید بود. اگر همون پیام نیازمند وقتی تنانوف میخواد پاس بلند بده این کار رو انجام میده برای جواد آقایی پور. به دنبال توپ، به توپ رسید. خود او کماکان دور میزنه، تنها است. حالا میفرستن روی دروازه. یه موقعیت. بزن لیموچی. یه بار دیگه روی دروازه. موقعیت. فرصت. این موقعیت هم از دست رفت. میتونستن دو بازیکن تازه وارد سپاهان تبدیل به دو ستاره بیچون و چرا بشن. ببینیم در تصویر آهسته. همونو میزدی. چی میخواستی؟ لیموچی سخت‌تر از اینها رو گل کرده بود در لیگ ایران. ببین استوپ آخرش اضافه بود. همونو میزد روی زمین میخورد. تبدیل به گل هم میشد. اجازه داد. تمرکز گرفتن. حزباوی هم اومده. او هم بازیکن سرزنی هست. کاپیتان کریمی سازندگی میکنه یا نه؟ میفرسته روی دروازه. تیر دروازه. این بار سر ناسازگاری داره با سپاهانی ها.
تیر دروازه لرزید. دابو یه برخورد نگرفت، خطا. حسبابی روی زمین میفته، تعادلش به هم میخوره. سپاهان استحقاق پیروزی رو داشته با این موقعیتایی که ایجاد کرده. ببینیم در تصویر آهسته، این ضربه سر حسبابی بود. تیر دروازه اجازه نداد. پاس زیبای کریمی. تیر و سختی هست. آه و حسرتی که به خاطر این توپ در دل ما سپاهانی‌ها به مرحله بعد هستند. خب سوت پایان بازی رو به صدا در میاره داور کره‌ای. دو تیم باید در وقتای اضافه کارشون رو دنبال بکنن. شما عزیزان بیننده 15 دقیقه کورنر در راه یارگیری منتومن روی دروازه. موقعیت، فرصت برای باز شدن دروازه یه بار دیگه. چه فرصت سوزی هایی داره میکنه سپاهان. اونا خاطری خوشی از لیگ قهرمانان آسیا و از دست دادن این فرصت های بیشمار ندارن. ببینید گودرزی میتونست در نقش یک مدافع کار رو تمام بکنه و اگر ضربه سر آخر رو میزد اونجا شکاری. نگاه بکنیم که چگونه از روی خط دروازه توپ رو در ورزشگاه آزادی پشت مدافعین تنها هستن اونجا مهاجمین سپاهان. یه خستگی الان تو ساقهای بازیکنان دو تیم مشهوده. یه لحظه اشتباه، چه حرکت خطرناکی. وای که چه اشتباهی کرد هنانوف و پیام نیازمند. عرض کردم اگر خود سپاهانی ها مگر خودشون بخوان، وگرنه این تیمی نیست که سپاهانو ببره. منتظر همچین اشتباهاتی بودن. چه بلایی سر سپاهان اومد تو وقتای اضافه. تاوان اخراجی هایی رو میخوره سپاهان که الان 3 مدافع اصلیشو نداره. مجبور هنانوف ناآماده که نیازمندم نمیدونم چرا دیگه کنترل کرد وقتی داد بازیکنه داره میاد سمتش، همونو باید سریع دور میکرد. ببینید فاصلهشون به هم خیلی نزدیک بود و دروازه‌ای که خیلی راحت باز شد. گلم همون بازیکن زد، یحیی قسانی، دروازه خالی سپاهان رو باز کرد. حساب کار 2-1 میشه. وقت داره سپاهان، اما سوت پایان 15 دقیقه اول رو به صدا در میاره. خیلی وقت ندارن. 15 دقیقه دوم وقتای اضافه از این لحظه به بعد آغاز شد. هنانوف، اردانی خیلی بد، خیلی راحت توپو لو میده. در کت موقعیت برای بازیکنان الشباب الاهلی، خطر ناکه و گل. این دیگه آب سردیه بر پیکر تیم سپاهان. خریدهای ناموفق و بازیکنان کمکار سپاهان مورد تاییدی میزنن بر فرصت طلبی الشبابی ها. بازیکنی که با سر و صدای زیاد اومد که سمت راست خط دفاعی سپاهان رو فعال کنه. و این توپی که تمام هست کار و شاید سپاهان خیلی خوشبینانه بتونه یکی از گلها رو جبران بکنه. یه موقعیت، دوباره حرکت برای بازیکنان الشباب الاهلی، خطرناکه، بعد نیازمند بیرون بیاد و این هم گل چهارم که دیگه کارو تمام میکنه. کار دیگه خیلی راحت جا موندن و خیلی راحت، یعنی اصلا مثل گل کوچیک، مثل بازی فوتسال. روی پاس حارب سهیل